خواهرمون آمنه از تاجیکستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر. استاد سوالی دارم، خیلی پیچیده است، میخوام واضح و روشن شما به ما جواب دهید. همین بفرمایید. سوال من به خودم مثال میارم، شما همین خیلی واضح به ما شرح میدادید استاد. بله. سوالی من همین است که یک دفتری هست، برای به آنجا به کار در آمدن $1000 میدهی، بعد به کار میدروی. باید من باز چندین نفرهای دیگر را نیز به همین کار داخل کنم. آنها نیز $1000 به همین دفتر میسپارم، به همین کارخانه. پولی که من به همین دفتر یا همین کارخانه سپاریدم راستش از بانک وام گرفتگی، از دیگران هم همچنین، از حساب همون آدمانی که من به دفتر میبرم و آنها $1000 میسپارن و من 5 یا 10% از پول هر یک نفر و من سود میدهند استاد. همین پول سودی که من به دست میارم این ریبا است یا همین پولی که میدهند بعد به کار میدارای رشوه میشود، یا از همین پول سود همین به دست میارم در زندگی صرف کنم حرام است؟ همین خیلی به من واضح روشن میدادید. این من به خودم مثال آوردم، این کار دیگر آدما کردند و من میخواهم همین جواب سوال از شما پرسم استاد. چشم انشاءالله. خواهرمون آمنه از تاجیکستان، ببینید این چیزی که شما گفتید یک سیستم ربوی است. قبلا اوائل چند سال پیش یک شرکتی بود به نام گولد کوست، معروف بود، در دنیا پخش میشد، همینطور سلسله وار افرادی رو شما تبلیغ میکردید، می آوردید سمت راستتون سمت چپتون، افرادی رو قرار میدادید هر کس تبلیغ برای این شرکت بکند خودش ماهانه در خانه بنشیند و از $100 گرفته تا $1000 تا $2000 به حسابش واریز میشه. استفاده کننده یک جهت معین هست و شما هم دارید زحمت میکشید و همچنین افرادی که زیر دست شما هستند. حالا شما گفتید اینها وام از بانک میگیرن. اولا همکاری کردن با همچون شرکت هایی که درش جهالت و درش اغماض هست جایز نیست. که اصل سرمایه از کجاست، با چه معامله میکنه، چه کالایی میفروشد، نزول میدهد، سود میدهد یا میخورد یا کار حرام میکند یا سر از کجا در میآورد معلوم نیست. این یک علت. علت دوم که شما دارید میگید وام از بانک میگیره و بانک هم وام مفتی نمیده. $1000 از بانک وام بگیره که بگذاره تو این شرکت که براش جایز نیست. هر سودی هم عاید شما بشه درست نیست و استفاده نکنید. از این شرکت ها پرهیز کنید. زحمت بکشید، کارمند بشوید، در جای دیگر کار کنید. حالا مثل سوال بینندمون آقای یحیی از افغانستان خواهید آمد، میگه تو فروشگاهی که شراب باشه کار نکنه چیکار کنه؟ خب چیکار کنه؟ برید دنبال روزی حلال. یه نفر بگه آقا تریاک نفروشه چطور کسب روزی کنه؟ از کجا بیاره؟ اگر مواد مخدر نفروشه یعنی چی؟ این عذر بدتر از گناهه. یعنی انسان مرتکب کار حرام بشه که 2 لقمه نان بخوره. پس چرا حد و حدود هست؟ پس چرا حلال و حرام هست؟ تلک حدود الله فلا تعتدوها. این حد و حدود خداست، تجاوز نکنید. این احکام شرعی، ذالک حکم الله انزله الیکم، از طرف خدا بر شما نازل شده. مسلمان پایبند است. حلال حرام، حد خداوند کجاست که برای ما حد گذاری کرده؟ کجا این خط بعدش میدان مینه است؟ کجا این خط قرمز است نباید گذشت؟ چشم، استاپ، همه میستیم. حد حدود الهی تا اینجا حق داریم، بعد از این خداوند فرموده خیر، ما هم چشم، اطاعت امر الهی بدون چونه چرا. این مسلمان، این مؤمنه. حالا همه دور میزنن به یک نحوه اون چه حرام است حلالش کنند که ما فتوا گرفتیم گفتن اشکالی نداره. نخیر، حرام است، به این کارها نزدیک هم نشوید.